أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. برادران عزیز، ما همه بندگان خدا هستیم. در این دنیا یک مهلت و مدت اندک مهلت و وقت داریم. آخر همه از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت داریم. این لحظه من و شما جنازه شخصیتی را ادا میکنیم که مادر نام دارد. این لحظه من و شما جنازه شخصیتی را میخوانیم که هر کدام من و شما در آغوش تربیه یافته و به بایه رسیده ایم. این لحظه من و شما جنازه شخصیتی را میخوانیم که پیغمبر بزرگوار گفتند جنت در زیر قدمش هست. برادران عزیز بزرگوار، پدر و مادر در حیات غنیمت هستند. پدر و مادر همیشگی و دائمی نیستند. روزی از من و شما میروند، روزی میروند ابدی جاشون خالی میماند. من و شما باید به قدر این بزرگوارها برسیم. برادران عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند کفا بالموت واعظا، این مرگ برای شما واعظ است، این جنازه برای شما نصیحتگر و پند دهنده است. چنانچه که امروز جنازه این مادر را میخوانیم، برادران بزرگوار، روزی میشود که برای جنازه من و شما این چنین مردم جمع میآیند. این سفر سفری هست، خیلی سفری طولانی و دور و دراز. این سفر سفری هست که بعد از این رفتن هیچ شخصیتی از حال ما خبردار نمی شود. و همین خاطر همه وقت و همیشه ما باید برای این سفر آمادگی و تیاری ببینیم. برادران عزیز و بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند ترکت فیکم واعظین، الناطق و الصامت، الناطق القرآن و الصامت النام. پیغمبر بزرگوار گفتند من برای شما دو پند دهنده باقی میگذارم. یکی از اونها گویا هست و دیگرش خاموش است. اونی که گویا هست اون یعنی قرآن است که به گویاگی شما را نصیحت میکنه، اما اونی که خاموش است اون مرگ است. برادر بزرگوار، این مادر بزرگوار من این لحظه و این خاموشی برای ما اندازه ساده است که ای جوان ها به جوانی مغرور نشوی، ای دارنده ها به دارندگی مغرور نشوی، ای سردارها و اهل علم ها به هیچ یگان چیز مغرور نشوی. آخر مثل منبرین و سینه چاک و دلی پر حسرت و یک جهان امید و آرزو از این جهان می روی. برادران بزرگوار، این دنیا ما را فریب ندهد، لذت و زینت ناچیزی دنیا ما را فریب ندهد. ببینید آخری کار چی بوده؟ کشا بحری خدا دو چشم عبرت، این در خاک درهای نبوت. کجا شد سروری اولاد آدم، کجا شد احمدی محمود خاتم، کجا شد عامه معراج افلاک و یسری برق سیری کجا شد عاشقانی سینه بریان، کجا شد عارفانی دیده گریان. ببینی جمله را در پرده خاک، چرا چون گل نهی با سینه چاک. برو باره به گورستان گذر کن، به حالی اقربایانت نظر کن. چی میگویند دانایان خاموش، بگیر عبرت از آن جمع کفن پوش. برادران بزرگوار، ببین امروز این لحظه ما جنازه این مادری را میخوانیم که در سن 73 سالگی سفر آخرت کردن. خیلی عمر الحمدلله پربرکت. این مادر شخصیتی هستند که از همه مهربانترین، از همه غمخوارترین، از همه عزیزترین برای من و شما.
مادر شخصیتی هست. روزی که من و شما از خانه بیرون میشویم تا اون لحظه بازگشت ما را در انتظار ما هست. مادر شخصیتی است که از روی من و شما خیلی رنج و عذاب زیاد دیده است. سینه پرمهری مادر تا لحد آسوده نیست. تا لحد این بزرگوارها غم من و شما را میخورند. ببینه چند لحظه پس این برادرهایی که مادر از دست دادن می آیند که جای مادر خالی هست. اون مادر ره انتظار دیگر نیست، اون مادر غمخوار دیگر نیست، اون مادر بزرگوار دیگر نیست. به قدر پدر و مادر برسه. اینها همیشگی و دائمی نیستند. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و با خاکم آغوش شدی. خانه را نور اگر بود ز رخسار تو بود، ای چراغی دل من از چی تو خاموش شدی. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تاری سفید موی مادر. برادران عزیز بزرگوار، به قدر پدر و مادر برسه که آخر می روند. اینها در حیات غنیمت هستند. والله قسم آخر می روند یک عمر از فراق از داغشون می سوزی. دعای اینها من و شما را خوشبخت میکنه، آزار اینها آق اینها من و شما را بدبخت میکنه. به این خاطر پدر و مادر در حیات غنیمت هستند، همیشگی و دائمی نیستند. جوانهای محترم، به قدر پدر و مادر برسه. متاسفانه امروز یک داغ دبالای ما شخصیت های مهاجر و مسافر آمده است. ببینه که در غریبی ها چقدر برنج و دشواری ما جان میدهیم. متاسفانه هر شخصیتی که در اینجا وفات کرد شکمی ویا چاک میکنند، درونی ویا یعنی خالی میکنند. این یعنی آزار و درد این میت احساس میکنه. خیلی یعنی داغی سخت است. اکنون وقتی زیاد نگیریم، دعا کنیم که خداوندی بزرگوار سفری دور و دراز این مادر از سهل و آسان بگردان. پروردگارا این مرگ غریبی را برای این مادر مرگ شهادت بگردان. پروردگارا زبان این مادر برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان. پروردگارا بار الها در برابر این مصیبت برای اهل بیت فرزنداش صبر جمیل ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگارا خانه قبرش خانه عروسی بگردان. پروردگارا آخرتش آباد بگردان. پروردگارا قبرش باغ از باغهای جنت بگردان. برای جمعیت ما اون وعده که پیغمبر بزرگوار قرات گفتن اون ثواب و نصیب بگردان و جمعیت ما را از خواب غفلت بیدار بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا ارحم